درود خدا بر شما. السلام علیکم. یگانه پیامبری که با خدا گفتگو میکرد این حضرت موسی بود. دیگر پیامبرها با واسطه ملائکه ها بود. هنگام گفتگو حضرت موسی از خدا سوال کرد. این گفتگو رو، یعنی گفتگو با خدا را که برای من سزاوار دیدی، آیا نفر دیگری هست؟ آیا کسی هست که چنین باشد؟ چون دیگر پیامبرها نبودند. پروردگار گفت هست. عجیب گفت کی؟ گفت انا همون بنده های آخرت زمان من، امت های محمد. اینها همان نفرایی که لبهاشان خشک بود، گفت حلقاشان قاق بود. یعنی چی بود؟ شکم گرسنه بودن. اینها در همون ماه رمضان روزه میگیرند و وقت افطار دست میبردارند به سوی من دعا میکنند. گفت ای موسی، گفت هنگام گفتگوی من و تو بین ما 70,000 پرده هست، 70,000 پرده، اما بین من و انسان روزداری که در وقت افطار دعا میکند یگان پرده نیست. پس خوش به حال شما. حضرت موسی اینقدر هوس کرد، گفت پروردگارا اجازت بده من هم در رمضان روزه گیرم. گفت نه، این تنها برای امتای آخرت زمانی محمد هستند صلی الله علیه و سلم. پس بار دیگر میگم خوش به حالتان نفرایی که در هنگام افطار به پرده میتوانید به پروردگار هر چی که هست دعا و تمنیات کنید. وقتی افطار دعای شما به پرده است. پس خدا نگهبان شما. در حق ما نیز دعا رو فراموش نکنید و این رو به دیگران روان کنید تا که آگاه شوند، به قدر خود برسند. خداحافظ. ماهی پر فیض و فتوح، ماهی پر فتح و شکوه، پاکی تینت رو رمضان آمده است. بهر دلهای حلیم بسم رحمان رحیم، از خداوند کریم رمضان آمده است. همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات.